آخرین دستگاه ما که دستگاه پنوماتیک بادی یا دستیه که برای زائده یا اضافه های کنج کار یا داخلی یا بیرونی به نسبت کاری که ما داریم اینا بسته میشه به شلنگ باد که همچنین میبینید این بیرونیه و این داخلیشه. کنج کارهای ما رو به این صورت میزنه، قسمت بیرونیشه و داخلیش هم به این صورته که زائده های ما رو، اضافه های جایی که مزاحم کار نبرد باشه با این فلز بادی یا پنوماتیک بادی برداشته میشه. همونطور که میبینید این شاید که اضافه است با این پنوماتیک بادی برداشته میشه.